پدر خوب است؟ صحت خوب است جان جان؟ بخیر است؟ آرام است؟ بخیر. نام شما چیست پدر؟ نام اقبال‌الدین. اقبال‌الدین. بسیار خوب. اقبال‌الدین. اسم قبلگاه چیه؟ پدر جان بسیار متاسف هستم. این فرم جریمه است، باید جریمه شوید. بخاطر اینکه جانورا و والا کلی اگریکو می‌سازه کرده. والا یعنی که والا نام خدا میشه 12 بجه را مدی من اگریکو می‌سازه. پدر این جانورا و گرفتین شما به سر سرک شما سودا دارین. خیلی دست می‌شه. 4 تا تیم یک زیوا کامل خودم 16 نفر می‌رسه. این بونو خدایی که ما را پیدا کرده. کلی چیزی می‌رسه داره که چی میاره دیگه. این از خدا کرده خود دیگه چیزی داره. که میگه نه بعد دیگه نمیارم همینجا بیادر گفت دلشان مردن دلشان ماندن و جانب الله است. این خدا روزی رسان است. خدا روزی رسان است پدر. درست است. روزی رسان است مگر والا گفت که بیاره تا که ما یک باشیم. و ذات خدا و قرآن برش قسم میخورم که در این چیز در ماه مبارک رمضان ما هفت شواب که نان خاک بردیم از این کشت رخصه میشه نان خاک خوردیم؟ نان خاک خوردیم هفت شواب که از این کشت بردیم دیونیم چه نان خاک بردیم در سیر اشتاب اون نمره کسی یک دیو یا گذر گل تاثر باشم کنیم در ماه مبارک رمضان این میاره والله بلا چلاگه اینمی من دستیم دکاندار این دو تا رو ما در انجاکی خرد گرفتیم این دو تا طلاق کل شدیم یکی این میشه خرد گرفتیم که باز مسئول میشه یعنی بمون خدا که از خدا که دفعه دیگه چیزی دیگه نیست 16 نفر 4 تیم یک بیوه بیادر گل یک ولو خدای سر سرک و بس حتی خوب نیست جا خاک نه مکمل اگه دادان دکن را بکنه اینجا خب صحت شما خوب نیست مکمل خاک شما تنفس میکنین این خود شما مریض میکنه چه رقم بریم شما یک جای مناسب اگه پیدا میکردی یک جای مناسب کراچی ندارم چند جریمه کنم من دیگه ندارم شبیه نمه قدار میاد 30 افغانی والا که چیگه خیلی 30 افغانی جریمه کنم سایش خیلی سوال میتونی 30 افغانی رو تحویل کنی؟ 30 افغانی رو میتونی تحویل کنی؟ خب بسیار